شوشا گاهواره هنر مقام، یعنی همان موسیقی مقامی آذربایجانی و معبد قدیم موسیقی ملی، شعر و ادبیات آذربایجان است. قلعه شوشا که به منظور حراست از شهر در برابر هجوم بیگانگان در بخش شمالی شهر احداث گردیده است، خود تاریخی منحصر به فرد دارد. خان آذربایجان پناهلی قره‌باغی که در سال 1747 سنگ بنای خانات قره‌باغ را بنا نهاده بود، به منظور تقویت و حراست از قره‌باغ در برابر هجوم بیگانگان به سال 1725 دستور ساخت قلعه شوشا را صادر نمود. این قلعه که 5500 متر مربع مساحت دارد به نام بانی آن پناه‌آباد قلعه نامگذاری گردید و سکه نقره‌ای به نام پناه‌آبادی برای آن ضرب شد. در مدت حکمرانی حکمران دوم قره‌باغ ابراهیم خلیل خان، گرداگرد قلعه با دیوار دفاعی قوی استحکام یافت و این شد که شهر کانونی گردید برای هنرمندان، صنعتگران، آهنگران و سازندگان سلاح. اشیا و سلاح‌های ساخت صنعتگران و هنرمندان شوشا در اندک زمانی در خانات و کشورهای اطراف شهرت بسیار یافت. نشان شهر شوشا منقش به نقش شراره شعله است که نماد اکثر بلاد کنار خزر است. در آن پلنگ به عنوان نماد قدرت و اسب قره‌باغ که در وادی سبز مغرور ایستاده است نیز نقش بسته. تمامی 17 محله شهر شوشا نام اصیل ترکی آذربایجانی داشتند. هر محله‌ای برای خود حمام، مسجد و چشمه جداگانه‌ای داشته است. از اوایل قرن 18 به بعد شوشا به عنوان یکی از مراکز فرهنگی مهم آذربایجان درآمد و در دنیا از این شهر به عنوان پاریس کوچک، معبد هنر قفقاز، گهواره موسیقی آذربایجانی و کنسرواتور ماورای قفقاز نام برده شده است. در هیچ کدام از اسناد تاریخی مربوط به این دوره هیچ نامی از ارمنی در آن مشاهده نمی شود. قرارداد الحاق قره‌باغ به خاک روسیه در تاریخ 14 می 1805 در محل کرکچای میان فرمانده قشون روس پاول سیسیانوف و ابراهیم خلیل خان امضا گردید. بر اساس این قرارداد روسیه حفاظت تمامیت ارضی خانات را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخت و در قرارداد کرکچای ابراهیم خلیل خان و اولاد او تنها وارث این خانات ذکر گردید. در تمامی بندهای آن ابراهیم خلیل خان اهل شوشا و قره‌باغ نوشته شده است. بر اساس قرارداد ترکمنچای که در 10 فوریه 1828 میان روسیه و ایران امضا گردید، طوایف ارمنی از ایران به قره‌باغ کوچانده شدند. در راستای سیاست مسیحی سازی امپراتوری روسیه، ارامنه شروع به طرح ادعای مالکیت شوشا و شهرهای پیرامون آن نمودند. پس از آن که ژنرال ارمنی تبار سپاه روس والریان گریگورویچ ماداتوف به عنوان فرمانده شوشا تعیین گردید، انتقال ارامنه به این اراضی شدت بیشتری یافت. در ماه مارس 1865 نقاش مشهور روس واسیلی ورشاگین مدت 3 ماه در آنجا ماندگار شد. او پس از بازگشت به پاریس سلسله تابلوهایی را از شهر شوشا کشید. این تابلوها آشکارا نشان از این دارد که شهر شوشا متعلق به آذربایجانی هاست. نام تابلوهای این نقاش به شرح زیرند: مسجد شوشا، ماه محرم در شوشا، مکتبخانه مسلمانان، اتاق پذیرایی مرد ثروتمند اهل شوشا. در سال 1988 جدایی طلبان ارمنی شروع به تظاهراتی با طرح ادعای ارضی قره‌باغ کوهستانی آذربایجان نمودند و به دنبال آن حمله مسلحانه علیه مردم بی‌دفاع آذربایجان را آغاز کردند. در اثر این حمله ها شهر شوشا در تاریخ 8 می 1992 به اشغالگران ارامنه درآمد. ارامنه به منظور از میان بردن آثار تاریخی آذربایجانی ها نزدیک به 600 اثر معماری آن را امحا نموده و آثار و اشیای داخل آن را به غارت بردند، از جمله کاخ پناه علی خان، مسجد گوهرآقای بالا، مسجد گوهرآقای پایین، خانه مشهورترین زن شاعره شرق خورشیدبانو ناتوان، مقبره ملا پناه واقف، شاعر شهیر آذربایجانی و وزیر خان قره‌باغ، خانه آهنگساز نخستین اپرای مشرق زمین موسیقیدان داهی عزیر حاجی بگوف،
خان موزه خواننده سرشناس آذربایجانی فارغ التحصیل مکتب موسیقی ایتالیا بلبل و بیش از 10,000 اثر موجود در خانه موزه موسیقیدان و نقاش معروف میر محسن نواب، موزه دولتی هنرهای کاربردی و بیش از 1000 اثر نگهداری شده در موزه دولتی تاریخ قره‌باغ را به سرقت بردند و آنها بیش از 60 کتابخانه، موزه، مدرسه موسیقی را غارت و اشیای آن را به ارمنستان منتقل نمودند. آنها حتی به قبرستان‌های مسلمین نیز رحم نکرده و آنها را از بین بردند. حقیقت و عدالت هر زمان که باشد جایگاه خود را می‌یابد. 28 سال است که مردم آذربایجان در حسرت شوشا به سر می‌بردند. مردم آذربایجان این بار گران اشغال را صبورانه تحمل کردند، باشد که خاک عزیزشان بدون خونریزی و جنگ به مطابق قوانین بین‌المللی به آنها بازگردانده شود. ولی هیهات که این توافقات فقط برای ماندن روی کاغذ بود و اراضی دیگر آذربایجان هم اشغال گردید و مردم بی‌دفاع آن آماج حمله متجاوزان قرار گرفت. دست آخر کاسه صبر رهبر کشور فرمانده کل قوا الهام علیف فرزند حیدر لبریز شده و راهکار جنگ را به عنوان تنها راه باقی مانده برای نشاندن ارامنه سر جای خود پیش کشید. ارتش پیروزمند آذربایجان تحت فرمانده کل قوا جناب الهام علیف از تاریخ 27 سپتامبر امسال روستا به روستا، قصبه به قصبه و شهر به شهر شروع به آزادسازی اراضی اشغالی آذربایجانی از دست ارامنه غاصب نمود که همه آنها را تبدیل به خرابه‌ای کرده بودند. اراضی که آزاد شدند پرچم پر افتخار کشور بر فراز آنها افراشته گردید. در تاریخ 8 نوامبر مردم آذربایجان به شهر شوشای خود که سالیان دراز در انتظار آن بودند بازگشتند. تاریخ 10 نوامبر روز پیروزی تبدیل شد و در آن روز تمامیت ارضی آذربایجان دوباره تأمین گردید و دشمن تسلیم گشت.